سلام، به کدلن آکادمی خوش اومدین. توی این قسمت میخوام راجع به انواع دستور حذف توی SQL صحبت کنم. ببینید ما 3 نوع دستور حذف داریم توی SQL که دیلیته، یکی دراپه و یکی هم ترانکت. چه تفاوت‌هایی اینا با هم دارن؟ ببینید دیلیت میاد بر اساس شرطی که شما بهش میدین داده‌های جدول شما رو حذف میکنه. اگر هم شرط بهش ندین که کل داده‌هاتون رو حذف میکنه. دراپ واسه مثلا حذف جداول، واسه حذف ویو، واسه حذف ایندکس ها، در واقع اینها به کار میره، واسه داده‌های جدول به کار نمیره. ترانکت که سرعت بیشتری نسبت به اینا داره، واسه حذف دیگه، یعنی شرط ملاک نیست براش. یعنی به عنوان مثلا من میگم بیا ترانکت کن داده های جدول فلان رو، اصلا همه رو بیچونه چرا حذف میکنه. خب حالا بریم مثال بزنم براتون. مثلا ما یه جدول ساختیم، یه سلک بگیرم ازش start from users. خب ببینید یه سری داده داره. خب 3 تا ردیف داره میگه. ما خب اول با دیلیت شروع کنیم. میگیم که دیلیت from users. میگم اگه مثلا من اینو اجرا کنم، خب همه داده های من حذف میشه. باید به شرط بدم لر مساویه با، مثلا میگم که دومی رو برای من، بس شرطی که بهش میدم میاد برای من این کارا انجام میده. select star non-weekends. خب حالا دراب، حالا که آخری در واقع اجراش کنن، ببینید گفتم دیگه ترانکیت، مثلا من میگم که تران بیت تیبل، عدم به حضور شما که یوزر تمام داده های جدول یوزرز رو برای من حذف میکنه. الان نگاه کنید که چی داخلش نیست. حالا هر چقدر میخواد داده داشته باشه، سرعتش هم از همه دستور هست ترانکیت از همه سرعتش بیشتر. خب حالا یه وقت مثلا میخوام خود جدول، خود ایندکس، خود ویو، خود مثلا نمیدونم هر چیز دیگه، یه شی رو میخوام دیلیت کنم دیگه، میام چیکار میکنم؟ از دراپ استفاده میکنم، میگم دراپ تیبل، اسم تیبل بهشون گیز دز. الان خود جدول واسه من دراپ کرد. الان برم ببینم اصلا تو این دیتابیس دیبی چیزی تیبل هست یا نه. select اصلا واو چرا. خب میبینیم که تیبل الان توی این دیتابیس وجود نداره. خب اینم از این. اگه سوالی داشتین حتما توی کامنت ها بپرسین و اینکه اگه خوشتون اومد از ویدیو حتما لایکش کنین.